سلام دوستان، امیر وفا هستم، یک معتاد. از خداوند تشکر میکنم به خاطر لحظه های زندگیم، به خاطر اینکه امروز به مسئولیت هام اهمیت میدم، به تعهداتم پایبندم و امروز مراقب زندگی خودم و خانوادم هستم. بابت همه چیز شکر میکنم، بابت وجود انجمن 12 قدمی، وجود راهنما و شما دوستان بهبودی. سوال 38 قدم 1: آیا تاکنون وقتی در معرض یک خطر جدی قرار گرفته‌ام نسبت به آن بی تفاوت بوده‌ام یا اتفاق افتاده که به خاطر اعتیادم قادر به حمایت از خود در برابر خطر نباشم؟ توضیح دهید. من اول اینو بگم دوستان، توی زندگی امروزمون اگه به خطرات جدی که در معرض اونا قرار میگیریم بی تفاوت باشیم، نه تنها به وجودمون و روح و روانمون آسیب‌های جبران ناپذیری وارد میشه، بلکه پاکی و بهبودیمون هم در معرض خطر قرار میگیره. تجربه به ما ثابت کرده زمانی که توی اون چرخه معیوب قرار میگیریم، تا یه بحران و یا یه خطرات جدی برامون پیش میاد، به جای اینکه روی یک هدف زوم کنیم، توجهمون به یک جا، به یک مشکل باشه، مشورت کنیم، کمک بگیریم، یاری بگیریم، اطلاع و آگاهی بگیریم، همش از یه مشکل میریم سراغ مشکل دیگه. و جالب اینجاست که قادر به حل کردن هیچ کدوم از اون مشکلات هم نیستیم. وقتی که خطرات رو جدی نمیگیریم و به علائم هشدار دهنده که توی سوال قبلی هم در موردش صحبت کردیم توجه نمی کنیم، یعنی چی؟ یعنی داریم از زیر بار مسئولیت هامون فرار می کنیم، یعنی بی تفاوت و باری به هر جهت شدیم. حالا ما یا توان و قدرت حل اون مشکل و اون خطر رو نداریم و یا از عواقب و شدت اون خطر دچار ترس و یأس و اضطراب میشیم و در هر دو صورت مدیریت زندگیمون از دستمون خارج میشه و زندگیمون غیر قابل اداره میشه. عرضم به حضورتون که ما به دلیل داشتن اعتیاد و اجبار به مصرف بیشتر اوقات بی‌دفاع بودیم. خودم عرض میکنم بیشتر اوقات بی‌دفاع بودم و قادر به دفاع از خودم نبودم. من خودم سرتاسر دوران مصرفم پر بود از خطرات جدی، مثل انواع بیماری ها که معمولا بی تفاوت بودم، با 2 تا قرص سر و تهش هم می آوردم. و یا تصادفات، چون همیشه یا تو نشگی بودم یا تو خماری، هیچ موقع متعادل نبودم، هیچ موقع سر حال نبودم و همیشه خطر تصادف دور و بر من پرواز میکرد. دستگیری هایی که به واسطه
حمل یا نگهداری مواد مخدر برامون ممکن بود پیش بیاد و منجر به زندان بشه و یا کارهایی میکردیم که خطرات مرگ برامون داشت و یا انواع تهمت ها و زورگویی که دیگران نسبت به ما روا می داشتن که منم نسبت به اونا به دلیل اعتیادم، به دلیل ناتوانی جسمی، ناتوانی روحی و روانی، ناتوانی مالی، بیشتر اوقات یا بی تفاوت بودم و یا اونا رو اصلا جدی نمی گرفتم و یا به خاطر ضعف و خودکمبینی و خود کوچکبینی و ترسایی که سر تا سر وجودم رو پر کرده بود و انکار بیماریم و عجز و ناتوانیم قادر نبودم دوستان از خودم حمایت کنم و این بیشتر باعث خرابی وضع و اوضاع می شد. از همه اینا بدتر بی تفاوتی نسبت به سلامتیم بود و واقعا زندگیم غیر قابل اداره شده بود. دوستان یادمون نره و ترس و احساسی برخورد کردن با خطرات جدی، با خطراتی که واقعا مهمن، باعث میشه روشنبینیمون از کار بیفته و نسبت به خطرات جدی بی تفاوت بشیم. ما هم که استاد پاک کردن صورت مسئله ایم و همیشه میگیم دیکته ننوشته هیچ غلطی هم نداره. امروزه زمانی که در مسیر بهبودی هستیم خطرات جدی رو میبینیم و با کمک خانواده، خودمون، خداوند، اصول روحانی، مشورت و استفاده صحیح و درست از ابزارهای صحیح و درست و توانایی روبرو شدن با آنها رو پیدا میکنیم. یادتون باشه توی سوال قبلی هم گفتم داشتن آرامش تو زندگیمون نیازمند چیه؟ نیازمند داشتن توجه خاص به علائم هشدار دهنده است و عدم توجه به این علائم گفتیم یعنی بروز آشفتگی و غیر قابل اداره بودن زندگیمون. پس امروز هم به این باور برسیم که بی تفاوتی در برابر خطرات جدی و حل نکردن مشکلات زندگیمونم بله دوستان باعث آشفتگی و غیر قابل اداره بودن زندگیمون میشه، باعث دروغ گفتنامون میشه، باعث بی‌تفاوتیمون میشه، باعث پشت گوش انداختنمون میشه و باعث میشه که باز هم کار امروز رو به فردا بندازیم. پس یادمون نره امروز دیگه به هیچ عنوان علائم هشدار دهنده و خطرات جدی که در معرض اونا قرار گرفتیم و بی تفاوت از کنارشون رد نمیشیم و به هیچ عنوان چنین چیزهایی رو نادیده نمیگیریم و سریعا و با اقدام و عمل درست و سنجیده و با مشورت کردن دوستان پیگیر اون میشیم. امیدوارم که این سوالم براتون باز شده باشه. باز هم از خدا تشکر میکنم
که امروزم این فرصت رو به من داد که بتونم در خدمت دوستان همدردم باشم. باور امروز من اینه که خدمت به دوستان همدرد مستقیما خدمت به خداونده. دوستتون دارم و آرزو میکنم روز به روز درداتون کمتر و زندگیتون بهتر بشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا سوالی بعد. خدا یار و نگهدارتون باشه دوستان.